طبق قانون جمهوری مردمی چین درباره مکافات‌های دولتی و عنوان‌های فخری دولتی برای سهم ارزنده و مساعدت بسیار ساله در رشد و گسترش رابطه‌های دوستی نیک همسایگی، شریکی، فراگیر استراتژی و بنیاد جامعه سرنوشت مشترک میان جمهوری مردمی چین و جمهوری تاجیکستان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان با اردن دوستی جمهوری مردمی چین سرفراز گردانیده می شوند. پرزیدنت جمهوری مردمی چین سی جین پین شهر دوشنبه 5 ایول سال 2024. به صحنه اردن دوستی جمهوری مردمی چین با مشایعت افسران قراول فخری وارد می شود. از جناب عالی محترم سی جین پین احترامانه خواهش کرده می شود که به جناب عالی محترم امامعلی رحمان اردن دوستی جمهوری مردمی چین را تقدیم نمایند.